ساکنان ناحیه‌های تاجیکستان میگویند با فرارسی فصل سرما همانا مشکلی قطع برق به منزل‌هایشان از سر گرفته نشده است. قطع روزانه انتقال برق در سراسر ناحیه‌های تاجیکستان از اول ماه نوامبر شروع شده و تا به این وقت دوام دارد. مسئول شرکت برق تاجیک روزانه قطع شدن انتقال برق را در ناحیه‌های کشور به گذراندن تعمیر سراسری تیر ماهی در زیرساخت‌های برق انتقال دهنده شهر داده گفته بودند که این کار به خاطر بی‌محدودیت رساندن برق خوش‌صفت به اهالی در فصل زمستان است. توره اتموف سردار شبکه‌های برق سوخت در صحبت به سپوتنیک تاجیکستان سببی به فصل تیر ماه به تأخیر ماندن تعمیر خط‌های برقی را از فعالیت منتظم پایگاه‌های آبکشی در دوره تابستان ارزیابی کرده بود. اگر در فصل تابستان تعمیر صورت می‌گرفت، کشتزارها از بی‌آبی تلف می‌یافت، چون که همه پایگاه‌های آبکشی توسط نیروی برق کار می‌کنند، ذکر نمود اتموف. محیدین احمدزاده سرمهندس شبکه‌های برقی شهر است در صحبت به سپوتنیک تاجیکستان گفت که هنوز تعمیر زیرساخت‌ها و خط‌های هوایی برق انتقال دهنده به انجام نرسیده است و از این سبب برق روزانه خاموش کرده می شود. اما تعمیر کی به آخر رسانیده می شود؟ احمدزاده اظهار بیخبری کرد، ولی گفت که تعمیر و تأمینات برق را خدمات تنظیمگری برق تاجیک معین می کند. طبق اطلاع برق تاجیک، تولید نیروی برق در تاجیکستان در ماه‌های ژانویه سال روان نسبت به همین دوره سال گذشته پیش از 60% کاهش یافته است و به 14 میلیارد و 788 میلیون کیلووات ساعت رسیده است. صادرات نیروی برق تاجیکستان نیز در این دوره به اندازه 43.4% کاهش یافته است. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک در آغاز ماه نوامبر سبب قطع برق به ناحیه‌های مختلف کشور را رسما اعلام نموده گفته بود که این وضع به زودی پایان خواهد یافت. اما با گذشت یک ماه و اینک با فرارسی فصل زمستان مقامات برق تاجیک همانا قطع برق به منزل ساکنان ادامه دارد. نمایندگان تاجیکستان و بریتانیای کبیر مبارزه مشترک بر ضد همه‌گیری کرونا ویروس و پیامدهای تغییریابی اقلیم را بررسی کردند. معاون وزیر کارهای خارجی مظفر حسین زاده با معاون پارلمانی کاتب دولتی پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی خانم وندی مارتن طریق ویدیو صحبت کرده است. در این باره وزارت کارهای خارجی تاجیکستان خبر می‌دهد بنا به گزارش منبع جانب‌ها به رشد رابطه‌های دوجانبه در مسائل سیاسی، اقتصادی و گومانیتری اظهار هوسمندی کردند. ریاست وزارت کارهای داخله در دوشنبه شیرلی کنجیوی 30 ساله که ساکن پایتخت را برای دغل گفتاری و سخنهای قبیح به شاعره ادیبه عزیز بازداشت و حبس کرده است. به اطلاع منبع شاعره به ریاست وزارت کارهای داخلی شکایت برده است راننده اتومبیل تمغه آپل سنه 18 نوامبر سال جاری هنگامی در کوچه انزاب ناحیه اسماعیل سامانی قرار داشتنش دغلانه رفتار نموده با سخنهای قبیح شأن و شرف او را پس زده است. در پی این شکایت مأموران پلیس شیرلی کنجیو را بازداشت کردند که قبلا با ماده 200 قسم 1 کودکس جنایتی تاجیکستان صادر شده است. ضمن پرسش دستگیر شده تصدیق نمود که در حقیقت سنه مذکور نسبت به مراجعت کننده با الفاظ قبیح دشنام داده و شأن و شرفش را پس زده است. افزوده است منبع خود شاعره ادیبه عزیز در صفحه فیسبوکش با استقبال از کار فوری پلیس و تشکر از وزیر کارهای داخلی با نشر عکس راننده به زنها هشدار داده است که آگاه باشند. وابسته به حالت مذکور نسبت به شیرلی کنجیو برای کردارهای میده افباشانه با ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده با قرار دادگاه به او 5 شبانه روز حبس مأموری تعیین کرده شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک مرد 40 ساله که در سوی قصد آدمکشی گمانبر دانسته می شود خبر می دهد. به اطلاع منبع بازداشت شده ساکن دهی لاهوتی شهر کانیبادان می باشد. نامبرده 30 نوامبر سال 2020 تخمینا ساعت 9:30 از حسیات آشتیناپذیری با همسرش زن 36 ساله در حولی استقامتیشان جنگ و جنجال کرده
با کار 2 مرتبه به گردن همسرش زده است. در نتیجه جبریده جراحتی وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. وزارت کارهای داخلی میگوید نسبت به نام برده پرونده جنایتی با ماده های 32 قسم 3 104 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده